شمارش تعداد مثلثات رو داریم. برای شمارش تعداد مثلثات اول کف مثلث در نظر میگیریم چند تا نقطه داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب ما 8 تا نقطه داریم. چند تا طبقه داریم؟ 1 2 3 4 تا هم طبقه داریم. فرمولش اینه که تعداد نقطه ها منهای یکی کمتر از تعداد نقطه ها تقسیم بر 2 ضرب در تعداد طبقه ها. الان ما تعداد نقطه هامون 8 تا بود. ضرب در 7 تقسیم بر 2 ضرب در 4 تا هم طبقه داشتیم. 8 7 تا 56 به 2 28. 28 ضرب در 4 هم میشه 112. یعنی تو این شکل ما 112 تا مثلث داریم.